السلام عليكم ورحمة الله علیکم السلام و وبركاته. رحمت الله. خوب هستین انشاءالله. الحمدلله خانم. استاذه جان، می یا شیخ عربه گوش کردم که آدمی که نماز و نماز نمیخونه چیه کافره. استاذه، شوهری که نماز نمیخونه و عرق میخوره، هم خیلی شوهر خیلی درش زندگی میکنه، بعضی خیلی دفعه فهمیدم. خواهرم پیش از اینکه الله میگه الطیبون للطیبات و الطیبات للطیبین، ها؟ که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، ببخشید، یعنی زنهای پاکدامن با مردهای پاکدامن زندگی میکنن، وجدان آنها، طبیعت آنها نمیبردارد. فکر کنید، تصور کرده می شود که یک زنی خدا ترس پاکدامن نمازخوان با یک عرقخوری که نجاست میخورد، باز نماز نمیخواند، باز توبه کردنی نیست، پشیمان شدنی نیست، با او چه زندگی میکنند؟ یعنی چه انسان طبیعتش اصلا اون رو قبول دارد. این دویم درباره بینماز کافر است یا نه، من در این باره در یوتیوب نوار دارم، میتوانید گوش کنید که در نزد جمهور علما بینمازی که، یا گفتیم در نزد تمام علما، بینمازی که نماز را قبول ندارد، میگوید نماز اصلا برای من نیست، من نماز نمیخوانم، که خواند بخواند، به من نماز نگو، و انسان کافر است، نکاحش هم نکاح نیست. کسی که هیچ قبول ندارد، هیچ نماز را هیچ قبول ندارد، خواندنی هم نیست، مسخره میکنن، میگه به من نماز نگو. اما از روی تنبلی نمیخواند و میگه من انشالله میخونم، من خواندنی هستم، انشالله میخونم، میدونم نماز فرض است، میخونم، اما تنبلی دارد، در نزد جمهور علما او کافر نیست، او مسلمان است که از زناگر هم بدتر است، غرق گناه کبیره است، از دزد هم بدتر است، و سبحان الله حتی کشته میشود در نزد 4 مذهب. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زندان می شود تا نماز خوانده نشد، در دیگر مذهب ها گردن زده می شود مادامی که تنبلی کرده نماز نخوانده می گردد. بعضی علما هستند مقدارشان کم است که آنها میگن او از دین بیرون است، اما مقدار این گونه علما کم است، آنها که میگن او عموما مسلمان است.